امیر ایکسوان هستم و میخوایم پارت 2 ماینکرافت رو بازی کنیم و این ماینکرافت یه جورایی مثل هاردکوره ولی خب هاردکور نیستش. بریم که ویدیو رو ببینیم. خب بچه ها ما اومدیم تو بازی و الان تقریبا شب شده ولی خب ما وسایلم هیچی نداریم، همینجا رو میکنیم میرسیم به جای دیگه. اصلا زیرم اصلا معلوم نیست. بذارید یه دقیقه بچه ها الان بهتر شد و یه ذره سنگ بکنم اینجا و میخوایم باهاش یه فرنیس درست کنیم تا بتونیم غذام که نداریم شانس رو نگاه یه چیزی درست کنیم بخوریم. اتفاقا میاریم اینجا میذاریم اینا و فرنیس غذا هم نداریم باید بریم بیرون کنم شکار بالا یا بلفست. خب الان خاکا رو ببینیم میریم بالا با بریم بالا. خب بچه ما آمدیم بالا. الان این خونه که داغون شده واقعی این خونه داغون شده اونجوری علکی چند تا چیز میزنم جانم مینم و اینو گذاشتیم اینجا. بریم بابا میترسیم از چیزی. ای من چی موضوع نمیرم مردم. ببین شانس منو بعد سگ شاشید توش. ببخشید البته از اول باید شروع کنم وسایل هم یادم رفت اصلا کجا بود. بلش مهمه باید این پارت رو خوب درست کنیم که اصلا شبم از من میترسم بچه همینجوری میدویم میریم سمت یه جایی شاید که پیدا کردیم وسایل رو. و بچه ها اینو بهتون بگم که ویدیوی کالاف که گذاشتیم کالاف دیوتی صدای چیز قطع شده نمیدونم حالا چرا صداش اصلا قطع شد کلا و ازتون عذر میخوام و دیگه کالافو گذاشتم. الان که دارم این ویدیو رو میبینم کالافو میبینم نه درست میکنم کالافو گذاشتم و میتونید برید نگاه کنید. خب بچه واقعا اون ویچه اصابم خورد کرده. منتظرم صبح بشه وسایلمو درست کنم بریم دنبال ویلیج. شت او شت یعنی میزدا ویدیو رو همین الان. بابا اینجا چرا ما پس اینجا بابا برید اون بر دبل کیل بامبای گو برید اون ور بامبای پدستک بابا ریدم. ای بابا شب که میشه میدونی واقعا شب تو ماینکرافت خیلی بده. صبح بشه آقا ما میریم یه جا همین جایی با شانس و نگاه ما همینجا وای میسیم تا چیز شه صبح بشه بریم بیرون. صبح شد
صبح شده پر ستاره، آفتاب مهتاب نداره. اینجا میریم باید شد امیدوارم ماه نباشه. سکته میکنم سکته. اگر خواستید میتونیم با عرفان و کیوان هم براتون ویدیو درست کنیم. حالا دریم لیگ بازی چیز دیگه، گوشی موبایل، دریم لیگ، چند تا بازی فوتبالی، بعد ماینکرافت و کالا، همین چیزا. و ممنون میشم لایک و کامنت کنید، لایک و کامنت بذارید و من انرژی بگیرم تا ویدیوهای بیشتری براتون درست کنم. حالا این دومین پارت ماینکرافت و من اصلا حال و حوصله نداشتم ولی به خاطر شما اومدم و درست کردم این ویدیو رو با این بامبای کثافت. نمیتونم راه برم اصلا، چه جنگلیه. از بینش رد میشویم و دوباره بامبای کثافت و خدایا یه ویلیج. خدایا این چه اسپانیه، این کجا هستن؟ استاد شجریان و اصلا یه دیگه. چقدر این جنگل زیاده، حوصله‌ام ندارم همشو برم. ببین این کاری که من دارم میکنم چیه؟ نه اسپیدرانه نه هاردکوره، دارم فقط دور خودم میچرخم. یعنی چی؟ خب بابا خوک، سلام خوک، چطوری خوک؟ خب چوبا رو میگیریم، تبدیل میکنیم به همچین چوبایی و از همچین چوبایی یه دونه کرفتینگ میسازیم. کرفتینگ رو میذاریم اینجا و یه دونه از این میسازیم کلنگ و کلنگ رو میگیریم و میریم زیر زمین و تا اینجا سنگ پیدا شد. اصلا سرعت اینترنت ایران خیلی ضعیف و خیلی بده اصلا. ببینید اصلا خیلی بده، نمیتونی 2 تا ویدیو رو یه جا مثلا آپلود کنی. یه دونه رو مثلا من خواستم آپلود کنم با این فیلتر شکنه نزدیک 12 ساعت طول کشید. 12 ساعت از 4 صبح گذاشتم 4 غروب تازه چیز شد، آپلود شد توی یوتیوب. و اسم چنلمون هم گذاشتیم بازیفن که ستای مشترکیم و حتما سابسکرایب کنید که ویدیوهای بهتری میسازیم و فکر کنم کافی باشه دیگه. آره کافیه. خب میریم بالا. خب
اینو میزنیم و یه کلنگ تبر، یه این چوبمون تموم شد. چوبمون منطقه میسازیم، یه این. خب بچه الان اینو میکنیم از اینجا. اینجا رو یه ذره تمیز میکنیم. این میاد اینجا، 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 اینا میرن اینجا. خب بله بریم تا اوه شت تراین لعنت بهت میکشه. حالا بیا درستش بچه ها در زدن. الان من میام بچه ها ویدیو رو الان پایان میدیم. رفیقم اومد میخوایم بریم گیم نت و لایک کامنت حساب یادتون نره. میدونم که مثل من دیگه خداحافظ.